بیشتر صحبت میکنیم در رابطه با مسدود ماندن مکاتب دخترانه در کشور با یلدا سادات، فعال حقوق زن که در برنامه وصل هستند. بانو سادات سلام، بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. صبح شما بخیر. از دیدگاه شما یا دسترسی به تعلیم و تربیت از حقوق اساسی اسلامی و مدنی شهروندان نیست؟ اگر هست، مشکل امارت اسلامی با آموزش دختران در این سرزمین چی است؟ سلام بر شما، سلام به بینندگان محترم شما و همچنان دخترانی که دیروز با چشمهای اشک‌آلود دوباره به خانه هایشان برگشتن. خدا کنه که این مشکلات بخیر حل شود. البته به نظر شخصی من کدام مشکل در این رابطه نبود که طالبان بتانند دوباره دختران اجازه ندهند که اینا به مکتب بره و مانع رفتن اینا شوند از مکتب. در کل اگر موضوع حجاب طالبان دیروز مطرح کردن که در مورد حجاب از اینا کدام استفاده نشده بود، در این مورد حجابی که قبلا هم دختران افغان استفاده می‌کردند و خود ما یک از مکاتب افغانستان فارغ شدیم، حجاب کاملا اسلامی بوده. در بعض ولایت افغانستان حتی دختر خانم ها با چادری به مکتب می‌رفتند. ولی نمی‌فهمم که واکنش طالبان به خاطر چی هست که طالبان خواستند مانع رفتن دختران به مکتب شوند. در کل اگر این کار را که طالبان کردند یک نوع بی‌باوری را در مقابل مردم افغانستان اینا پیشرو دارند که مردم افغانستان بالای طالبان هم بی‌باور شدند، چرا که ما خودم به عنوان یکی از مدافعین حقوق انسانی در وقتی که طالبان آمدند و حکومت طالبان ایرا گفتند که در سال جدید دروازه مکاتب از برای شاگردان هناز باز میشه و همچنان از صنف 6 به بالا باز میشه. ما انتظار بودیم، جهان انتظار حزیر داشت از طالبان که در سال جدید دروازه مکاتب برای شاگردان باز بکنه، ولی بدبختانه تعهدات را که طالبان با جهان کرده بود و با مردم افغانستان و همچنان با اطفال دختر افغانستان کرده بود، ایرا جدی نگرفت و همچنان از این اکسپوی استفاده کرد در این مقطع زمانی، در حالی که طالبان میتونست در این مقطع زمانی خوبتر بدرخشه و همچنان بتونه که دختر خانم‌ها رو اجازه بده که دختر خانم‌ها که میگین که سوء استفاده یعنی چی؟ دقیقاً ما هدفم از سوء استفاده هی است که چرا از حق تعلیمی یک دختر خانم سوء استفاده شود. یعنی طالبان چی نوع حراس دارن از دختران افغان که اجازه نمیدن که دختران افغان باید درس بخونن. و یک موضوع دیگه که اینجا میخوام اشاره بکنم، قبلا عمران خان گفتن که در یکی از مصاحبه‌هاشون گفتن که مردم افغانستان خودشون به تعلیم اهمیت نمیدن، ولی در کل دیروز دیده شد که مردم افغانستان یا دختران افغانستان پدرانشون اجازه دادن برشون. در فرهنگ مردم افغانستان نبود که دختر تحصیل نکنه، بود که دختر باید تحصیل بکنه، دختر باید تعلیم بکنه. ولی طالبان ایره برای همسایه نزدیک ما که پاکستان است آشکار ساختن که دختران نمیتونن اجازه رفتن به مکتب ندارن. یکی تایید کننده گپ‌های قبلی آقای عمران خان در افغانستان این موضوع شد که بر ما نگران کننده هست، چرا که در کشور نزدیک ما همسایه ما که اگر اسلامی بگیم یا هر آنچه که میگه در اونجا دختر مکتب رفتن میتونه، چرا در کشور ما که افغانستان است نمیتونه؟ خب اینجا تنها بحث پاکستان نیست و ما روز بیشتر میسازد. بانو سادات، تنها بحث پاکستان نیست و کشورهای جهان منطقه همه خواستار از این هستند که مکاتب دختران در سراسر کشور باز شوند. آنچه که شما اشاره کردین، افغانستان در شرایط حساس قرار دارد، در شرایطی که از سوی جهان باید به رسمیت شناخته شوند، مشکلات دیگه و چالش‌های دیگه سر راه مردم افغانستان قرار گرفته، ولی برعکس عمل میشه. خواستهایی که بر جهان مهم است و بار بار در هر نشست مطرح میکنن، خواستهای مردم افغانستان که بر مشروعیت داخلی حکومت جدید خیلی مهم است، ولی برعکس عمل میشه. در پیش چه هدف میتونه نهفته باشه؟ خب این هدف ها برای ما هم گنگ هسته، چرا که دولت طالبان با این تعهدات را که ببینید وقتی که میگیم وفا به عهد، طالبان عهد کردن ولی وفا نکردن. یعنی امی اعتبار یا امی مشروعیت را که مردم البته قبل از آمدن طالب بر طالب داده بودن، میگفتن که اگر حکومت طالب بیاید دختر ما میتونه در امنیت کامل تعلیم بکنه، امینا رو اونا حزیز دادن، ولی طالبان اعتبار خود بر جهان هم حزیز دادن. این فکر نکنید تنها بر مردم افغانستان عزیز دادن، به جهان هم عزیز دادن، چرا که جهان
شاید من از مصاحبه های دیروز اکثریت مردم افغانستان و همچنان از برنامه های لایف که من با مردم افغانستان داشتم و همچنان کامنت هایی که من دریافت کردم این است که مردم افغانستان یا جهان منتظر هی بودند که حداقل در این مقطع زمانی که در افغانستان هوا سرد بود، شما میفهمید و به مردم افغانستان و جهان معلوم است که در زمستان مکاتب دخترانه یا کل مکاتب افغانستان رخصت می باشد و در اون مقطع زمانی دختران به تحصیل ادامه نمیرن. کلگی منتظر به آمدن بهار و شروع شدن مکاتب بودند. بعضی مردم گفتن که جهان در این مورد سکوت کرده. نه خیر، جهان در این مورد سکوت نکرده و همچنان اگر جهان سکوت بکنه ما سکوت نمیکنیم. بانو سادات، یک چیزی که قابل بحث است که امارت اسلامی باید آن خواستهایی را که جهان ازش داشت در چنین یک مقطع حساس زمانی انجام میداد تا یک چیز مثبت را میدیدن و برای رسمیت شناختن اینا نزدیک میشدن. شما گفتین سوء استفاده، چگونه سوء استفاده؟ اینا باید اگر بله بفرمایید. من در این مورد میخوایم وضاحت بدم. از مسیج های اکثری از دوستان ما و همچنان افغان ها و مدافعین حقوق بشر که ما دریافت کردیم، طالبان اصلا یک نوع گروگانگیری را از زنان افغان میخوان بگیرند و دلیلش این است که اگر اینا به دروازه مکاتب بسته بکنن، یک بدیل به خاطر به رسمیت شناختن خود داشته باشند که به جهان بگن که اگر شما میخواین که ما را به رسمیت بشناسین، بیاین در بدیل باز شدن دروازه مکاتب ما را بشناسین. خب اونا شرایط گذاشته بودن که اگر این نکات را امارت اسلامی برش توجه کنه ما برای رسمیت شناختن نزدیک میشیم، ولی برعکس عمل شد. خب بانوی عزیز، ما قبلا با برنامه هایی که با شما صحبت کردیم و صحبت هایی را که با همکاران بین المللی و اینها داشتیم، من خود هم و جهان هم در این فکر بودن که اگر طالبان به موضوع حقوق حقیقی افغان ها و همچنان حقوق زنان در افغانستان توجه بکنن، اینا بر رسمیت شناختن اینا خیلی نزدیک شده بودن، ولی بدبختانه اینا به تعهداتی که کرده بودن عمل نکردن. تشکر. کردن اینا را باعث از این ساخت که اینا دورتر برن. سپاسگزار خانم سادات. وقت برنامه متاسفانه تمام است. سپاسگزار که با ما بودین. تشکر بسیار زیاد. تشکر از شما همچنان. بخیر.